خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم آنباکس کنیم وسایل گیمینگ اتاق آنباکس کنیم. بریم سراغ ویدیو. ولی قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما سابسکرایب، لایک، زنگوله رو بزنید که هر ویدیویی گذاشتیم با خبر بشید. پس همشو با هم بزنید و بریم سراغ ویدیو. خب بچه بریم سراغ ویدیو. بس یه دونه من کلا 3 تا وسایل سفارش دادم که دیجیکالا هست. بریم آنباکسشون کنیم. خب خب این ور باز شد، این ور باز شد. چون چاقو بزنم این ور. خب بچه با این ور باز نشد. نه باز شد میکرد. خب بچه من باز کنم. بچه من 2 تا وسایل سفارش دادم که یکیش از من اینو بذارم روی میز. البته کنار من میتونم بذارم. بچه یه دونه من سفارش دادم که چراغ داره، گیم روم هستش و بریم بازش کنیم. خب چاقو افتاد. خب بچه سیبش چقدر دیروست. بچه این از اینجا جا داره. خب چاقو نیاز نداره. بچه یه جوری چسب زدم بهش وسایل شکستنی مثلا ظرف و ظروف این همه باند پیچی نشده. البته بره دیگه یکم این ور اون ور بشه تا ته خسارتشو باید بگیم. چون ندیدیم بچه باید با چاقو بکنم باز. البته نه میتونیم کارش کنیم. بچه کارش آوردم. چقدر زیبا هستش. خب بچه نگاه کنید. خب بچه یه دونه شارژر که نیست چیزه. بله شارژر دیگه، همون شبیه شارژر، کار شارژر هم میده. خب یه شارژر داره که از اینجا باید باز بکشیمش بیرون. البته چاقو داریم دیگه. چاقو نداشتیم نمیتونستیمش کدوم از اینا رو باز کنیم. خوب شد چاقو رو داشتم. باز شد به همین سال. بچه یه دونه کابل داره که دوره این بسته شده. که اینم لازم نداره. خب بچه این کله‌ای لازم داره. بله من یه لحظه برم سریع بیارم و بیام. خب بچه من رفتم آداپتور سریع آوردم زدم. بچه خیلی خوشگل شده و بچه این سفیده، اینا رنگی میشه و یه دکمه داره که خاموش روشن. خب بچه این خیلی خوشگل شد. هر اتاق گیمینگ یعنی باید اینو داشته باشه. خب اینو بذاریم اون بر بریم بقیه رو آنباکس کنیم. من بذارم اینجا. البته همیشه بچه اینجا نمیخواد باشه، میخواد یه جای دیگه مخصوص باز کنم بهش. دیگه بچه من این یکی رو آنباکس کنم. بچه الان بهتون نشون دادم. باز شد بچه باز شد. بچه 2 تا روکش داره روش. این یکیش همون یه دونه فکر کنم بوده. دیجیکالا برای خودشان زده. بچه باز شد. خیلی قشنگه.
بچه این شکلیه ببینید، مربع، زبدر و بس اینا رو پیش هم بزن. و مربع، زبدر، دایره و مثلث برای PS4 و این چیزاست. خب بچه اینا هم خیلی خوشگله ولی چراغ نداره اینها. این شکلیه که هر طرفش باید هم اینجوری میشه هم اینجوری، چون که هر دو طرف جا داره، اینجوری و اینجوری. اینا رو باید میخ بزنیم که وایسته. خب اینا رو هم که الان جایی نمیتونیم بذاریم، میذارم همه رو میز اینجا. خب بریم بچه ها دیگه، بزرگترین قوطی رو میخوام، بزرگترین بسته رو باز کنیم و با احتیاط‌تر باید اینو باز کنیم. بچه ها خیلی بزرگه، نگاه کنید. اینو بچه من هیچ کدومش رو بهتون نمیگم چیه، ولی خودتون چون که باید ببینید. تازه رفت تو. چقدر سفت بستن. اینو فکر کنم بچه یه 800 تا اینا باند پیچی کرد، چون که همین اینجوری که من میبینم اینجوریه. وای بچه اینو با قوطی اینم دیگه خالیه، خالیه. اینو میندازیم میره. وای چقدر زیباست. چون اینو باند پیچی نکرده، کارتون پیچی. اینا این شکلیه. از اینجا باز بشه یه دونه باز میشه. بازم فکر کنم اینا البته 10 تا البته. یه دونه هم توش داره که یه دونه هم اینجا داره که من باز نکردم هنوز. وای بچه ها اینجا و اینم بردارم. این کارتونه که دیگه لازم نیست. بچه ها نگاه کنید، خیلی خوشگله بچه ها، یعنی عالیه. بکنی خاموش روشنشه. بچه ها من یه لحظه ویدیو رو قطع کنم چون که برم باتری بیارم و بیام. من باتری رو رفتم آوردم، بندازیم جاشون ببینیم. خب اولی که اینجوری میخوره جاش، فکر کنم از این باتری کوچیک‌تره. نه همین سایزش درست، چون که یکم سخت میرفت جاش، خاطر دم ببینیم. همین هاست. رفت داشت میفتد. شاید اینا رو بده. آها داره میفته. این یکم به خاطر. وای بچه ها نگاه کنید الان چرا شاستی. بچه ها خیلی خوشگله، خیلی خیلی خوشگله بچه. این همونطور یه دکمه داره برای خاموش روشن شدنش. بچه خیلی خیلی خوشگله و این عکسم خیلی خوبه که برای گیم همون که اینم باید میخ بزنیم تا وایسته، چون که جای میخ داره. خب بچه خیلی خوشگله اینا. اینم باید یه جایی پیدا کنم بازم. بله فکر کنم از اون باب اسفنجی کوچیک‌تر باشه، چون که اینجوری که میبینم باباش قاب عکسش خیلی خوشگله. ببینید قابش خیلی خوشگله، یعنی قابش چوبیه و پشتش هم که همون طوریه
از اینجا با میخ میزنیم وای این اینجوری وای اینجوریه بچه خیلی خیلی خوشگله واقعا خیلی خوشگله. بچه من ویدیو رو قطع کردم و اونا رو جابجا کردم. بچه اینجا نمیخواد اینجوری باشه ها، میخواد جاش تغییر کنه، یعنی اینجا همینجوری گذاشتم که از روی دیوارم ببینید. اون زبده رو دایره و مربع و مثلث یه جا نتونستم بذارم ولی گذاشتم روی همون عکسه و اینم عکس است و اینم همون گیم روم است که اونجوری و اون دوتا که کلا شد 3 تا وسایل اون بچه یه قیمتشو بگم بچه باورتون نمیشه. این 3 تا وسایل با هم شد با هزینه ارسالش 1,190,000 تومان، یعنی خیلی گرون بود که به هر حال مشکلی نداره چون که برای گیمه. بچه اینا من هم از این هم از اون و هم از اون خیلی خیلی خوش آمده بود. توی اونجا که داشتم سفارش میدادم اصلا هم فکر میکردم مثل معمولیه ولی آوردم و گفتم خیلی خوشگل شده که به نظرم عالی شده و تو ویدیوی خواستم ویدیوی بذاریم اینا رو جاشو درست میکنم و بهتون نشون میدم چطوری گذاشتم. خب بچه اینم از ویدیو آنباکس این وسایل گیمینگ اتاق. حتما سابسکرایب لایک زنگوله رو بزن که هر ویدیوی گذاشتیم با خبر بشید و اول نباشید که داریم ویدیو رو میبینید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.